بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان سلسله از درس‌های خود را شروع می‌کنیم و از الله مهربان از بدیهای نفس‌هایمان و کارهای ناشایسته‌مان به سوی او سبحانه و تعالی پناه می‌بریم و به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کسی که گمراهی را اختیار نماید کسی او را هدایت کرده نمیتواند. و گواهی میدهم که هیچ معبود بجز الله نیست، تنها اوست بدون شریک، شایسته عبادت است. و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست صلی الله علیه و سلم. و پروردگار را هیچ علم نداریم مگر آن چیزی که تو پروردگار را برای ما آموخته ای و این پروردگار مهربان ما را به آن چیزی که سودمند است بیاموز و تعلیم بده و توفیق عمل کردن را نیز بده. بارک الله فیکم. امروز از این کتاب مبارک تعظیم العلم، بزرگ داشت علم، گرامی داشت علم، از شیخ صالح العثیمی حفظه الله تعالی که ما در فصل 8 قرار داریم، در مقعد 8 قرار داریم، میفرماید که قال مصنف وفقه الله تعالی، مصنف الله او را موفق بگرداند، میفرماید لزوم تعنی فی طلبه و ترک العجله، لازم دانستنی تعنی، آرامش و ملاحظه و درخواست علم، در آموزش علم و ترک العجلة و پرهیزگاری و ترک از شتابکاری. امروز این موضوع درس ماست. در اینجا مؤلف حفظه الله تعالی می‌فرماید ان تحصیل العلم لا يكون عجله و جمله واحده، به درستی که به دست آوردن علم یک باره نمی شود، علم با یک باره به دست آوردن نمی شود و علم را یک جا فرا گرفتن این ناممکن است. و فرمود اذ القلب یضعف عن ذلك، چون یا زیرا دل انسان توان برداشت آن را ندارد، ضعیف است. توان برداشت همه علم را یک باره انسان نمیتواند چون قلبش ضعیف است. و ان العلم فیه ثقلا كثقل حجر، و فرمود که به درستی که علم وزنین است چگونه که سنگ هم بسیار وزنین است در دست بردارنده اش. علم وزنین است و گرامی است چگونه که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید استعیذ بالله ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، ای محمد به درستی که ما بر تو سخن وزنین خواهیم نازل کرد. علم وزنین است. در اینجا الله سبحانه و تعالی اشاره به آن میکند که وجود آسان گردانیدن آن، در بین وجود آسان گردانیدن آموزش علم، الله متعال باز هم آن را چنین تفسیر کرده میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر، به درستی که ما قرآن را برای یسرنا قرآن را ما آسان گردانیدیم للذکر، کسانی که آن را یاد میکنند، یعنی ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم، کسانی که به سوی قرآن رجوع میکنند. پس اگر قرآن آسان چون وزن حساب کرده شود که اینقدر آسان است آموزش آن و فهمیدن آن، پس علمهای دیگر که وابسته بر شریعت است چی حال دارند؟ و در اینجا یک نقطه بسیار زیباست، میفرماید که خود قرآن نیز با تدریج، با قسمها نازل گردید. یک بار نازل نشد قرآن، در مدت 23 سال با تدریج، با ترتیب، با قسمها نازل گردید، نه یک بارگی. این بیانگر خیلی مسئله هایی را می نماید که انسان یک بار علم را به دست آورده نمی تواند، بلکه بعد صبر و تحنی و تعامل به دست آورده می شود، چون که واقعیت مردم و حالتها و رویدادها و قوت انسان با تدریج به دست می آید. الله متعال می فرماید استعیذ بالله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کافران گفتند، آن کسانی کافر شدند گفتند چرا قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بار نازل نشد؟ این را هم کافران اعراض گرفتند، چرا یک بار نازل نشد؟ كذلك لنثبت به فؤادك، به خاطر چیز؟ چنان است که قلبت را با آن استوار گردانیم.
به خاطر آنه که این علم را در قلب تو استوار بسازیم و قلب تو را بر این استوار بگردانیم. به خاطر آن را تدریجاً و رتلناه ترتیلا، آن را با تدریج به قلب تو ای محمد فرود آوردیم. سوره فرقان. این آیه کریمه دلیل است برای لازم بودن تعنی در طلب علم، آرامیشی با آرامی بدون سراسیمگی، و دوم علم را با تدریج با ترتیب آموختن و پرهیزگاری نمودن از شتابکاری، چنانکه خطیب بغدادی می‌فرماید و راغب اصفهانی در مقدمه جامع تفسیر نیز این معنی را ذکر می‌نماید و در شعر ابن حناس الحلبی آمده است که فرمود امروز یک چیز پگاه هم مثلش، یعنی که امروز که ما داریم پگاه هم مثل همین می آید. از جمله دانشی برگزیده گیرد می آید. این اگر تو امروز علم آموختی فردا هم توان آن را هم داری که بیاموزی. و با ترتیب انسان حکمت به دست می آورد. این انسان آموزش علم را با ترتیب و نظامی که علما گذاشته هستند باید با این ترتیب قدم بزند که علم را به دست بیاورد. چنانکه آب سیل از جمع شدن قطره ها می باید. اگر ما آب سیل را نظر نماییم از جمع شدن قطره ها یک بحر قرار می گیرد. و از نقل‌های پرارزش سلف صالح شعبه ابن حجاج می‌فرماید که من 500 مرتبه به نزد عمر ابن دینار رفتم. 500 مرتبه به نزد عمر ابن دینار رفتم و در همه این 500 مرتبه‌ای که به نزد او رفتم زیاده از 100 حدیث را شنیدم. اگر حساب میانه نماییم در 5 مجلس یک حدیث را آموختند. این معنای آن را می‌نماید که با صبر و با تدریج علم به دست می‌آید، یک بار نه. و همچنین حماد ابن ابی سلیمان به شاگردش فرمود و گفت هر روز 3 مسئله از یاد بگیر، 3 مسئله را حفظ نمو و با زیاده از آن خود را مشغول مساز. پس خلاصه کلان از این سخنان درباره ذکر شده علم یک باره به دست نمی آید. برای آموزش علم قلب صبور و با تدریج آموختن آن به دست می آید. باید علم را آرامیش با آرامیش علم آموخت و از شتابکاری پرهیز کرد، زیرا قطره جمع شود یک سیل گردد. پس لازمیت تعنی یعنی آرامیش و تدریج با ترتیب در طلب علم عاقبت‌های نیکویی دارد. پس مطابق همین لازمگیری آرامیش و تدریج در آموختن علم انسان میتواند یک شاگرد خوب بگردد. از کتاب‌های کوتاه شروع میکند و کتاب‌های کوتاه و آسان شروع می‌نماید که به آسانی این کتاب‌ها را فرا بگیرد، بخواند، بفهمد، با سؤال در آن چیزهایی که نمی‌فهمد از اهل علم و دانش و آن چیزهایی که در آن پیدا می‌شود مورد توجه قرار بگیرد و بپرسد. و تصور کنید که اگر شاگرد کوشش کند، تلاش کند برای فهمیدن کتاب‌های مرکب و دشوار، برای وی مدت طولانی لازم است، مدت طولانی و دراز لازم است که پیشه نماید تا اینکه آن را بفهمد و وقتی زیاد را در آن صرف می‌کند. برای همین است که باید شاگرد طالب علم از کتاب‌های کوتاه و آسان آغاز نماید، با آسانی آن را به یاد گیرد، سپس با مراتب با تدریج آهسته مرتبه‌های بالا را هم حتما به دست می‌آورد. پس در اینجا یک نقطه مهم است. شاگرد را ضرور است که در آغاز تنها از کتاب‌های کوتاه و مهم و مفید دست بزند. خیلی نقطه مهم است. برای هر یک انسانی که میخواد علم را بیاموزد باید اول آغاز نماید از کتاب‌های کوتاه و مفید خلاصه بندی کرده شده، آنها را از یاد نماید و با آموزش کتاب‌های دراز و مرکب و دشوار که برای او وزن و دشواری ها را می آورد و این چیزها میتونه سبب عقب نشینی آموزش علم انسان بگردد و علم را گم میکند. عبدالکریم الرافعی یکی از استادان معروف علم در شهر دمشق گفته است که خوراک بزرگان برای کودکان یک زهر خرسندی است. اگر ما با این سخن بپردازیم این سخن حقیقتا درست است. اگر به جای خوراک نوزاد که شیر است غذای بزرگان را بدهی، گرچند که این غذا خیلی لذت بخش است، خیلی غذاناک است، اما برای این کودک خطرناک است و فاجعه آور است. و همچنین برای شاگرد، برای طالب علم در آغاز تحصیل علم مشکلات رفتن به واسطه این مسائل، مسئله ها
و کتاب‌های دشوار و سخت و آموختن موضوع‌های مرکب و دراز می‌تواند بر او ضرر برساند، حتی سبب گم کردن یا که گم شدن دانش او هم گردد. برای همین در آغاز توصیه این است که تنها از موادهای آسان و کوتاه آغاز کند، البته که با توصیه استادانی که در این مورد تجربه ها دارند. پس از رسیدن با درجه های معین با توصیه استاد میتوان از کتاب های مرکب و عمیق‌تر و چقدر انسان بهره بگیرد، اما در بدایه نه. و همچنین و همزمان گفته می شود که همین مسئله که ما بیان کردیم که در مسئله این که در خوراک بزرگان برای کودکان زهری خرسند کننده است، زیرا کودک شیرمک اگر از غذای بزرگان بخورد، هرچند که آن چیز لذیذ است، خوب است و غذاناک است، او را هلاک میکند، او را زیان میرساند. همچنین کسانی که آن مرحله های ابتدایی که از علم و دانش بهره برده نیستند، اگر کتاب های بر بالا کتاب های بالا چنگ بزنند، چیزی بهره نمیگیرند، بلکه بر خود زیان ضرر میرسانند. برای همین باید برای انسان استادان نیکویی باشد که او را با توصیه های نیکو بدهد، او را راه روش را راهنمایی کند برای آموزش دین، عقل او را بکشاید و مسئله های بزرگ و پیچیده ای که هست او را داخل آن نسازد، وارد نکند که خود را در مقابل علما قرار بدهد در حالی که شاگرد است و با آنکه در مسئله ها اختلاف مذهب ها نظریه های گوناگون هم هست، در نقل کننده آن در عقل خود همون دانشجو و طالب علم. پس شرح دهنده الله او را حفظ نماید و او را موفق بگرداند شیخ صالح العثیمی میگوید که مقعد هشتم، نقطه هشتم از اصولهای بزرگ، از اصول بزرگ و گرامی داشتن علم ذکر نمود که لازم گرفتن آرامش و احتیاط در طلب علم، آموختن علم و دوری از شتابکاری، یعنی علم با تدریج، مرحله با مرحله، کم کم با توصیه دانشمندان آموخته شود، نه خودسرانه. و مؤلف حفظه الله تعالی این را چنین توصیف میکند که علم یک باره به دست نمی آید، زیرا که دل، قلب انسان، یعنی قوه انسان برای فهمیدن و حفظ کردن توان قبول کردن یک باره را ندارد و هیچ کس یک باره علم را فرا نگرفته است. به درستی که علم همان سنگین است و شخصی که آن را میخواهد بگیرد، بیاموزد، به دست بیارد، سنگینی آن را در وجود خود احساس میکند. میبینی که یک کمی میخواند دیگر در حال میپرتاید، چنان که کسی که سنگ‌های گران را میبردارد. برای همین برادران و خواهران گرامی قدر، لازم است که در طلب علم به نفس خود ملایمی و نرمی را بگیری و انا همین سخنان نیز به طرز نزول قرآن موافقتی می نماید، زیرا قرآن با تدریج و قسم به قسم نازل گردید و موافق به واقعه ها و حادثه های روز قرآن نازل شد، معین با وقت های معین، روزهای معین، موافق واقعه ها نازل شد. پس معنای گفته علما که قرآن منجم نازل شد، با تدریج قسم و قسم نازل شد، آن در وقت های معین شده فرو فرستنده شد. از این نقطه ما فایده های خیلی زیادی گرفته میتوانیم. و سپس مؤلف به آیات کلام الله سبحانه و تعالی اشاره کرد و فرمود: و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. و کافران گفتند چرا قرآن یک و یک بار نازل نشد؟ الله در جواب گفت: ما آن را چنان که نازل کردیم تا قلب تو را ای محمد با آن ثابت گردانیم و آن را با تدریج و با ترتیب تلاوت کردیم بر تو. سوره فرقان آیت 32. و مؤلف حفظه الله تعالی در اینجا میگوید که این آیت دلالت یا اینکه دلیل است برای آن که در طلب علم باید آرامش، تعنی، تدریج و دوری از شتابکاری رعایت شود، چنان که خطیب بغدادی در کتاب الفقه و الراغب الاصفهانی در مقدمه جامع التفسیر آن را ذکر کردند. و مؤلف یک شعر را، یک نثر را نیز آورده است که معنیش چنین است: بعداً بیان کرد که نتیجه لازم داشتن آرامش و تدریج در علم بر دو چیز ظاهر می شود. اولاً آغاز کردن با متنهای کوتاه تعریف شده، متنهای کوتاه که تعریف شده هستند و تعلیف شده هستند از فنهای گوناگون علم، با حفظ کردن و با شرح مختصر آن. دوم دوری جستن از مطالعه کتاب‌های مفصل و طولانی و کلام و بزرگ که دانشجو و طالب علم هنوز به سطح آموختن آن کتاب‌ها نرسیده است. برای همین یا اینکه همین طور
شخصی که با آرامش علم را میگیرد باید دو اصل را رعایت نماید. اولا از متنهای مختصری اساسی در هر علم شروع نماید و آن را حفظ نماید و دوم خود را از کتابهای مرکب و دراز دور نگاه دارد که درک و نیاز آن و توجه انسان به سوی علمهای بزرگ که نمیرسد وقت انسان را می‌دزدد. برای همین کسی که در اول با تجهیزات ناکافی با آمادگی ناکافی وارد مطالعه کتاب‌های طولانی و مشکل می‌گردد ممکن است که نه تنها بر خود بلکه به دین خود ضررها هم برساند یا اینکه از راه مطالعه علم بیرون بگردد سپس بر شبهه‌ها و بر فتنه‌ها و بر چیزها گرفتار می‌گردد. واقعا این گونه انسان‌ها ما دیدیم شنیدیم. چون در بالا گفتیم غذای بزرگان زهر کودکان است. آنچه که بزرگسالان همچون غذا میخورند و از آن نیرو میگیرند برای کودکان زهر است. و همین گونه از حالت کسی که در آغاز آموزش علم به تجربه است و با اسباب علمی که باید بر آن چنگ بزند و با آموختن کتاب‌های آسان شروع نماید نمی‌کند، چون راه آموزش علم را نمی‌فهمد نمی‌داند. برای همین امید هم به خود هم به دینش زیان برساند. برای همین گفته شد که غذای بزرگان برای کودکان زهر است. و در بین مردم کسانی هستند که این سخن را غذای بزرگان زهر کودکان است از معنای درستش میگردانند و آنها را میبینی که میگویند که این جمله برای آن گفته شده است که شاگردان نوآموز را از حضور در مجلس‌های علمای بزرگ خواه از جهت علم و خواه از جهت سن باز دارند. این گونه سخنان هست و چنین ادعا میکنند که گرفتن علم از عالمان بزرگ برای شاگرد نوآموز مناسب نیست. این گونه سخن را هم میگویند، هرچند که این شاگردان در نزد عالم‌ها بنشینند این کتاب‌های مختصری موافق برای نوآموزان را در مجلس‌های علمی هم بیاموزند. برای همین این ادعاهایی که بعضی از مردم میکنند این خطا است، بر دروغ است و اهل علم هیچگاه چنین معنی را نگفتند و با این معنی هم سخن نکردند. و این سخن را که غذای بزرگان زهر کودکان است در حقیقت کسان ادعا میکنند که مانع آموزش علم دیگران میشوند و مردم را از آموزش علم باز می‌دارند. میتواند با یک کلمه آن را مردم را از آموزش علم دور بسازد یا اینکه در وسوسه های شیطان گرفتار می‌گردد و خود را از این راه نیکو محروم می‌سازد. به مانند اینکه دانشجو یا که کسی که می‌خواد علم بیاموزد در مجلس علمی وارد می‌شود که از کتاب‌های خردخک سخن‌ها می‌رود، گفتارها می‌رود، یک چند درس آن را حضور نکرده است. در اینجا شیطان قدم‌های خود را می‌گذارد و این را از تحصیل علم دور می‌سازد، می‌گوید که تو الکی که دیر کردی، دیر شد برای تو. پس این جمله‌ای که بیان شد غذای بزرگان زهر کودکان است می‌تواند دو معنا داشته باشد. اول صحیح، معنای صحیح داشته باشد، دقت و تدریج، مرحله به مرحله آموختن علم، این معنی درست و پذیرفته شده است. و معنی درمش معنی نادرست، ناصحیح، اینکه شاگرد از آموختن علم نزد علماها پرهیزگاری نماید، این معنی فاسد و باطل است. الله مستعان. پس انسان در بیان آموزش علم، گرفتن علم با آرامی، با تدریج باید علم رو بیاموزد. برای همین علما خود همین شیخ صالح العثیمی در برنامه‌ای که مهمات العلم است، برنامه مهمات علم، خیلی یک برنامه تحصیلات اساسی علم را برنامه‌گذاری کرده است. اگر هر کسی که این برنامه مهمات علم را بیاموزد با تدریج صاحب علم خیلی نیکویی می شود که انشاءالله که ما در آینده نزدیک نیت داریم که تمام این کتاب‌ها و صوتیات‌های این برنامه علم را با زبان تاجیکی ترجمه کنیم باذن الله تعالی. اولین کتابی که در آنجا ذکر می‌شود همین کتاب تعظیم العلم است، بزرگداشت علم است. و مقصد این برنامه‌ها دلگرم کردن نوآموزان به سوی علم و یادآوری دانشجویان میانه از معلومات گذشتگانشان، متمایز ساختن دانشمندان در تفریقه که جدا کردن مسائل قوی و ضعیف. و مقصد اساسی این نیست که برنامه‌ها به غایه آخر یا که نهایی باشند، این برنامه‌ای که بزرگداشت علم است، بلکه این قدم‌های اولین است با کتاب‌های مختصر برای علم کافی را انسان دانشجو به دست بیارد. پس چرا این مهم است؟ اینجا سوال میشه، برای چه این مهم باشد؟ چون کسی که گمان میکنه که فقط با خواندن همین متن‌های مختصر و بدون تفکر و تکرار از آن علمی که می‌آموزد ناعل علم می‌گردد یا که فایده به دست می‌آورد از مجلس‌ها، این گونه نیست.
بلکه با تکرار، با نشستن طولانی در نزد عالم‌ها، دانشمندان، انسان علم رو به دست می‌آورد. اما کسی که کتاب‌های مختصر رو همچون کلید و زینه اولین بر مقام بالا در آینده رسیدن انتخاب کند، بزودی که در روزهای کوتاه و آینده قریب می تواند با کتاب‌های بزرگ هم برسد و فایده‌های بزرگی هم به دست بیارد. پس خلاصه علم را باید انسان با ترتیب و آرامش با تدریج بیاموزد. علم را باید انسان از عالم‌ها، اصل اساس است، از عالم‌ها بیاموزد، از کتب عالم‌ها، از صوتیات‌های عالم‌ها. و شخص فاسد و فسادکار آن کسی است که مردم را از آموزش علم و نشست در نزد علما دور می‌سازد. این شخص فاسد است. و همچنین آموزش علم از متن‌های مختصر باید شروع شود و همچنین علم با تکرار ثابت می‌شود در ذهن انسان بدون شتابکاری بر آموزش علم. این است موضوع درس امروزه ما و شمایان، برادران و خواهران گرامی، در بیان تعنی لازم گرفتن آرامش در طلب علم و ترک شتابکاری. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.